ترین ها از خاورمیانه و آخرین ها از افغانستان در این بسته خبری. سرخط خبرها. هر جا لازم باشه بجنگیم میجنگیم، هر جا لازم باشه مذاکره کنیم مذاکره میکنیم. آمادگی به جنگ و تلاش برای جلوگیری. جمهوری اسلامی میگوید به شدت در حال آماده شدن به جنگ و بازسازی توانایی نظامی خود است. ترامپ گفت تهران یا توافق میکند یا بمباران میشود. افشاگری هند در سازمان ملل. پاکستان متهم به حمله های مرگبار بر غیر نظامیان افغان. نماینده هند در سازمان ملل میگوید جهان فراموش نکرده که پاکستان در ماه رمضان سال جاری حمله هوایی مرگبار را بر مرکز درمان معتادان در کابل انجام داد. نماینده هند افزوده اسلام آباد همچنان درخواست دبیرکل سازمان ملل برای پابندی بر تعهدات بین المللی در زمینه حفاظت از غیر نظامیان از جمله جلوگیری از بازگرداندن اجباری مهاجران افغان را نادیده گرفته است. ما باور داریم که همکاری و تبادل تجارب میان دو کشور در این بخش میتواند فرصت‌های تازه‌ای را برای رشد صنعت، ایجاد اشتغال و توسعه تولیدات مشترک فراهم سازد. و بندر حیرتان، دروازه تازه همکاری‌های اقتصادی افغانستان و ازبکستان. عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء در سفر به بندر حیرتان با مسئولان این بندر درباره بهبود خدمات، ایجاد سهولت‌های تجارتی و رفع مشکل‌های موجود گفتگو کرده است. همزمان مقام‌های وزارت صنعت و تجارت و هیئت ازبکستانی نیز درباره گسترش همکاری‌های اقتصادی، انتقال فابریکه‌ها و توسعه صنعت نساجی در افغانستان ریزنی کردند. سلام، من اسماعیل سادات میزبان شما در خبر پنجوسی هستم. تنها جمهوری اسلامی در مورد یورانیم غنی شده ایران تصمیم گیری می کند. سخنگوی وزارت خارجه روسیه در حال این مورد را بیان کرده که تهران به شدت در حال آماده شدن به جنگ و بازسازی صنعت پهپادی و موشکی خود است و ترامپ گفته ایرانیان یا توافق می کنند یا مورد حمله قرار می گیرند. آمادگی ها به جنگ و تلاش های دیپلماتیک برای جلوگیری از آن در جریان است. برای جزئیات و پردازش روی زاویه‌های پنهان این موردها همکارم احمد رشاد زریر از استودیوی دو با ما وصل. سلام زریر، وقتت بخیر. آیا ترامپ باز هم عقب نشینی کرده؟ شاید سادات عقب نشینی، ولی عقب نشینی تاکتیکی باشه، آنگونه که آقای قالیباف باورش است که تحرکات دشمن در میدان نبرد حکایت از این داره که حتما اونا حمله میکنن، ولی اینکه چه زمانی بستگی به خودشان داره. اما ما در هر شرایطی آماده هستیم و این بار که حمله کنن ما پاسخ پشیمان کننده خواهیم داد. و خب باور بعضی تحلیلگرانی که نزدیک به جمهوری اسلامی روی کردشان با جمهوری اسلامی همسوتر است این است که تحرکات نظامی اخیر ایران است که باعث عقب نشینی ترامپ شده، نه چیزی دیگر. نه میانجیگری قطر و عربستان و امارات، نه هم میانجیگری پاکستان، نه هم فشارهای دیپلماتیک. در واقع به گزارش CNN پس از این که در 40 روز آتش بس ایران چندین برابر گذشته تانسته لانچرهای تاب میزایل و موشکایش تقویت کنه، تولید پهپاد به ویژه انتحاری 136 شاهد را سرعت ببخشه و الگوهای نقشه پرواز عملیاتی آمریکایی ها را به کمک روسیه شناسایی بکنه. این بود که برای استخبارات آمریکا و به ترامپ رساند که این بار کار دشوارتر از حداقل حالا اگر شروع کنی معادله به سود ایران رقم خواهد خورد. و از طرفی هم که ایران هشدار داد که این بار جنگ فرامنطقه‌ای خواهد بود و کشورهای اروپایی نگرانی شدن که ما هم که میزبان پایگاه آمریکایی هستیم. فرامنطقه‌ای که میگه ایران قطعا دیگه اول از اروپا شروع میشه. شاید پایگاه دیاگو گارسیا، پایگاه بلاروس، پایگاه حتی در آلمان را با موشکای با برد بلند 12000 کیلومتر یا حتی 5000 کیلومتر بتونه فراتر از اقیانوس مدیترانه و هند پرتاب کنه و اروپا را بزنه که کل معادله جهان دگرگون خواهد شد. یک دلیل دومی را که میدل ایست ارزیابی کرده بر نقل از مقام‌های سادات میگه که چون پیشی رو از یک شنبه آینده تا 10 روز بعدش حج و عید قربان است، بعد محوریت حج و عید قربان از عربستان سعودی شروع میشه که یکی از اهداف ایران خواهد بود. در پیرامونش هم کلا کشورهای خاورمیانه است. حجاج میلیون ها حاجی مسلمانی که از دنیا به سمت عربستان سعودی میرن کلا به خاورمیانه رجوع میکنن، چه هوا
چه دریا چه زمین. از این لحاظ هم به لحاظ اقتصادی آسیبی کلان به خاورمیانه خواهد بود و هم شاید آسیب‌های فراتر از این به مسائل عقیدتی و اینا. بنابراین هرچند در ماه رمضان آقای ترامپ حمله کرد، ولی گفتنی است به قول میدل ایست آی که حالا ترامپ را قناعت دادن که بگذار کشورهای عربی، البته با ویژه عربستان سعودی، گفتن بگذار حج بگذره، بعد حج حمله کن. و این دلیل دوم. و دلیل سوم هم که ادعای خود ترامپ است، پیشرفت‌هایی در دیپلماسی است، پیشرفت‌هایی در فرآیند مذاکرات است که گویا ایرانی ها توافق می‌خواهند و آمریکایی ها هم توافق می‌خواهند و یک سری انعطاف‌های در دو طرف دیده شده. بنابراین قرار است که به خاطر مذاکرات چند روزی دیگه هم به دیپلماسی فرصت بتن و جنگ را به عقب بندازن. سپاس. زلیل، خودت از دیپلماسی سخن گفتی. دیپلماسی گویا مانع جنگ شده. چه پیشرفت‌هایی در این حوزه صورت گرفت؟ فعلا محسن نقوی برای دومین بار در یک هفته به تهران رفته و با اکثریت مقام‌های تصمیم گیرنده جمهوری اسلامی گفتگو کرده و در حال گفتگوست. آقای بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم 2 ساعت قبل که من کلیپش شنیدم گفت که ما در حال بررسی هستیم و پاسخ جدیدمان به واشنگتن تقریبا نهایی است و گویا اگر این نهایی شود که تا شام امروز قرار بود امروز فیلد مارشال پاکستان عاصم منیر بره به تهران، ولی گویا او منتظر مانده که اگر کار محسن نقوی نهایی شد و تانست که یک تغییراتی و تعدیلاتی در ماده ها بیاره، برای اعلامش عاصم منیر میره تهران. و این طرف یک مسئله و مسئله دیگر هم در کاخ سفید آنچه اتفاق افتاده، جورج کوشنر و استیو ویتکاف پیام ها و کلا تماس هایی با قطر، عربستان، امارات و ترکیه داشتن. یک تماس خود اردوغان با ترامپ داشت. این تماس ها سبب شده که در کاخ سفید زمزمه این باشه که توافقی را که آمریکا به دنبالش است نزدیک شده و این فرایند دیپلماسی است که تا اینجا پیش رفته، ولی قدم مهمه که بشه نسبت به اینکه حالا مذاکرات از سر گرفته خواهد شد یا این دوره 30 روزه‌ای را که میانجیگرا تعیین کرده که برای مذاکره یک آتش بس دیگه در راه باشه هنوز مشخص نیست و خواهیم دید که این هفته و هفته آینده چه اتفاق میفته. بسیار تشکر. و در آخر هم میخوایم به این اشاره داشته باشیم زلیل، شکاف که بین ترامپ و نتانیاهو آمده آیا بر آینده جنگ صلح ایران آمریکا تاثیر میگذاره یا خیر؟ اگر این شکاف واقعی باشه سادات چرا نه 100% یا حداقل 90%. ولی تردید این است که حتی شکاف و درز و اختلاف بین ترامپ و نتانیاهو هم یک نقشه نباشه. مثل این که نیویورک تایمز در حالی که به شدت از ترامپ انتقاد میکنه و ترامپ از نیویورک تایمز انتقاد میکنه و علیه یکدیگر میتازند و برداری از رازها میکنن، اینا همین نیویورک تایمز میآید داستان احمدی نژاد را بیرون میکشه که حالا چقدر درست و نادرست است و بحث جداست، ولی هدفش تفریق افغانی است که باز هم نشان میده که حتی اختلافاتی که بین نیویورک تایمز و ترامپ هستم بخشی از سیاست آمریکاست. بسیار پیچیده از سیاست. و اینجا اختلافی بین ترامپ و نتانیاهو هم که باراک راویت گزارشگر اسرائیلی آمریکایی اکسیوس قصه میکنه، روایت میکنه، میگه که این گفتگو انقدر سخت بود که موهای بدن نتانیاهو با آتش گرفت، بی ناراحت شد و گلایه کرد، زنگ را سر یک دیگر قطع کردن و کلا ناامید شدن. اختلافشان کاملا بی سابقه بود و حتی نتانیاهو بعدا از طریق رئیس دفترش و از طریق سفیر اسرائیل در آمریکا به کنگره پیام رسانده که ترامپ را ناراحت کرده و قرار است که منافع اسرائیل قربانی وقت کشی ایران بکنه به این پیمانه. اگر چنین باشه براستی تاثیرگذار است، چرا باوری بعضی از آگاهانی است که هرچی بر سر آمریکا در قبال ایران میآید نتیجه سیاست های نتانیاهو است و اهرمی که حالا پرونده اپستین یا هر چیز دیگه در اختیار داره تیم دولت ترامپ را تحت فشار قرار میده. و حتی ترامپ دیروز گفت که نتانیاهو بیبی هر چی ما بگم میپذیره. بنابراین پیچیده است این هم که براستی اختلاف بوده، یعنی اگر اختلاف نظر بین اسرائیل و آمریکا با ویژه ترامپ و نتانیاهو ایجاد شود که اهدافشان در برابر ایران اهداف مشترکی بود، معادله کاملا دگرگون خواهد شد. و با توجه به این که اسرائیلی‌ها کاملا آماده هستند و یک مقام اسرائیلی به آی 24 گفته که
اگر یک جنگ دیگه هم شود جنگ آخر نخواهد بود. اگر 10 جنگ دیگه هم شود جنگ آخر نخواهد بود. چرا؟ فلسفه وجودی اسرائیل از طرف جمهوری اسلامی با همین ساختار مورد تهدیدی 100% است. بنابراین وقتی جمهوری اسلامی باقی باشه، حتی 1000 بار هم که زده شود باز هم کار تمام نشده. بنابراین این مقام گفته که اگر آمریکا ما رو تنها بگذاره، به از او که قرار است جمهوری اسلامی ما رو نابود بکنه، بنابراین چرا قبل از اینکه اون نابودمان بکنه خودمان بزنیم بعد نابود شویم؟ بنابراین گفتم ما به تنهایی هم باشه می جنگیم. بنابراین این اثرگذار هست، ولی دیده شود که چقدر واقعی است. بسیار تشکر. بعد در آخر بسیار کوتاه اگر بپردازیم به این که انتظار چه چیزی را داشته باشیم و سناریوها چه خواهد بود؟ چند سناریوی محتمل است سادات. سناریوی اول این است که یک توافق همین هفته بر سر ادامه آتش بس تا 3 روز و بازگشت طرفین به میز مذاکره غیر مستقیم یا در عمان یا استانبول یا همین پاکستان صورت بگیره و سناریوی دوم این است که دوباره مذاکرات به بنبست بخوره و یک سری بهانه‌های دیگری بیارن، یک چند آتش شکنی و یک چند پرتاب و شلیکی پراکنده در تنگه هرمز، حوزه خلیج فارس بین عراق و امارات و اینها صورت بگیره و اما وضعیت همین گونه ادامه پیدا کنه، چون روسیه و چین هم فعال شدن پشت صحنه و اسرائیل هم تحت فشار مردمش است، هم تحت فشار آمریکایی‌هایی که حالا بیشتر مثلا در مجلس سنای آمریکا برای 8مین بار ولی برای اولین بار است که ضد ترامپ لایحه رأی میاره و نزدیک است که به کنگره بره و اونجا هم رأی بیاره. این فرایند سبب میشه که سناریوی دوم همچنان بلا تکلیف ادامه پیدا کنه، وضعیتی که فعلا است. ولی سناریوی سوم این است که این یک عقب نشینی تاکتیکی باشه، همه طرفا ناگزیر به یک درگیری دیگری باشند، یک جنگ خطرناک یا در روزهای عید یا بعد از عید آغاز شود و همه آنچه تا اینک رو نشده که مثلا مقام ایرانی به یک رسانه روسی گفته که ما چندین سلاح جدیدی که مدرن است و دنیا ازش خبر نداره در اختیار داریم که در این جنگ حتما رونمایی میکنیم، سلاحایشون رونمایی کنن، زورشون نمایش بتن، جنگ آخری پیش از یک توافق حالا صورت بگیره بعد از عید قربان و بعد دو طرف بیان بر سر میز مذاکره بشینن و دوباره یک توافق حداقل برای چند ماه و چند سال صورت بگیره. همین 3 سناریو محتمل است. از ارائه جزئیات و حضور در این بخش خبر سپاسگزار هستیم. زریر همکارم احمد رشاد زریر آخرین ها از خاورمیانه را با ما در جریان گذاشت. بینید این گزارش هم باشید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است اگر با چند روز صبر و انتظار بتوان از جنگ و کشته شدن مردم جلوگیری کرد این کار خوب است. او این سخنان را درباره گفتگوها با ایران و احتمال وقوع جنگ‌های جدید در منطقه مطرح کرده است. در حالی که منطقه چشم انتظار این است که آیا موج تازه‌ای از جنگ آغاز خواهد شد یا نه، من هرگز خسته نمی‌شوم. اگر با چند روز صبر بتوان از جنگ جلوگیری کرد و مانع کشته شدن مردم شد، به نظر من این کار بسیار خوب است. همزمان مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران گفته است که تهران همچنان آماده پیگیری همه راه‌های حل دیپلماتیک است. آقای پزشکیان در ادامه افزوده است تلاش برای وادار کردن ایران به تسلیم از راه فشار تنها یک خیال و توهم است. و اگر کاری بکنیم که فقط برتری بر اساس توانمندی و خدمت به مردم باشه، نه بر اساس حزب و جناح و دسته و نمیدونم نژاد و جنسیت، مردم همه در صحنه باشن، هیچ قدرتی نمیتونه مردم ما رو، به ایران ما رو، به کشور ما رو به زانو در بیاره. در همین حال عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران گفته است که وزارت خارجه در هر جایی که لازم باشد مبارزه می‌کند و در هر جایی که نیاز باشد گفتگو انجام می‌دهد. او افزوده است که فعالیت‌های وزارت خارجه در هماهنگی کامل با اهداف بزرگ نظام پیش می‌رود. هر جا لازم باشه بجنگیم می‌جنگیم، هر جا لازم باشه مذاکره کنیم مذاکره می‌کنیم. مأموریتی هست که نظام به هر یک از ما داده، ما هم مأموریتمون در این مسیر هست، کاملا هم در هماهنگی با مجموعه نظام، مجموعه اهداف نظام. اگر لازم باشه منافع نظام اقتضا بکنه که در میدان دیپلماسی، در میدان گفتگو، در میدان مذاکره حاضر بشیم، حاضر خواهیم شد با قوت، به همون قوتی که نیروهای مسلح در عرصه دفاع از کشور حاضر میشن. دوران بزن در رو تمام شده. در عرض 1 سال
دو قدرت جنایتکار و کودککش اتمی ناجوانمردانه به ایران تاختند. همه قوانین و مقررات بین المللی رو شکستند. کودکان مینابی رو در پای شیاطین اپستینی قربانی کردند. اما نتوانستند ملت بزرگ ایران رو به زانو درآورند و هیچگاه نخواهند توانست. این در حال است که فیصل بن فرحان آل سعود وزیر امور خارجه عربستان سعودی از تصمیم دونالد ترامپ برای خودداری از حمله به ایران و دادن فرصت به مذاکرات دیپلماتیک استقبال کرده است. به نقل از شبکه خبری الجزیره این مقام عربستان سعودی از هر اقدامی که باعث کاهش تنش و جلوگیری از جنگ در منطقه شود حمایت می‌کند. و به همین ترتیب می‌رسیم به پایان بسته خبری 5:30. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.